خدمات مطبوعات فرودگاه چلیابینسک روسیه 22 آگوست سال 2022 خبر داد که کارمندان روسلخوزنتزور از دو مسافری که از تاجیکستان می آمدند بیش از 7 کیلو عسل را گرفتند. به گفته مقامات این مسافران می‌خواستند این مقدار عسل را غیر قانونی وارد روسیه کنند. هنگام تفتیش باگاژ دستی این دو مسافر معلوم شده است که آنها برای عسلی که با خود داشتند یگان سند نداشتند. اداره روسلخوزنتزور ولایت چلیابینسک گفت به روسیه وارد کردن محصولاتی که از لحاظ معیارهای بیطاری و بهداشتی به خطر نیستند ممنوع می باشد. آوردن محصولاتی که در کارخانه رسمی استحصال شده است اجازه داده می شود، ولی آن هم تنها به مقدار تا 5 کیلوگرم. هفته گذشته خبر داده بودند که در فرودگاه کالتسوو شهر اکاترینبورگ یک زنی که از تاجیکستان آمده بود 6 کیلو عسل خانگی مصادره کردند. در روسلخوزنتزور ولایت سوردلوفسک گفتند این بار در قوطی کارخانه نبود و مارکیروفکا نداشت. در عکس نشر شده دیده می شود که عسل خانگی را در 3 بقلیچکه جای کرده بودند که وزنش را ترازوی فرودگاه 6 کیلو نشان می‌دهد. شهروند تاجیکستان برای این محصولات یگان سند بیطاری نشان داده نتوانست. عسل مصادره و نابود کرده شد. زن را به جوابگری ماموری کشیدند. گفته می شود در اطلاعیه اداره روسلخوزنتزور ولایت سوردلوفسک